ارزوی دیرینه صدها هزار مهاجر تاجیک بعد از قزاقستان اکنون قرقیزستان هم می‌خواهد که تاجیکستان به یورزیس شامل شود. نیروهای آمریکایی بعد 20 سال از افغانستان رفتند و 10 پناهجوی تاجیک را از آلمان خارج می‌کنند. درود. پرزیدنت قرقیزستان می‌خواهد ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان را در هیئت اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورزیس بیند. صادر جباروف دیروز گفت عضویت در اتحاد بدوباش مهاجران کاری قرقیزستان را در روسیه و دیگر کشورهای عضو آسان‌تر کرده است. 10 روز پیش سابق پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف هم از تاجیکستان خواست که به یورزیس پیوندد، ولی مقامات تاجیک 7 سال به این سو از زمان تأسیس این سازمان زیر نظر روسیه میگویند که تاجیکستان برای پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا اندیشه دارد. منصبداران روسیه سالها باز حکومت تاجیکستان را تشویق میکنند که به این اتحاد همراه شود. مهاجران تاجیک نیز به خاطر بعضی از امتیاز و سبکی‌ها جانبدار پیوستن به این اتحاد هستند. به فکر شما پیوستن تاجیکستان به یورزیس آیا در شرایط فعلی ضرور است؟ فکر و اندیشه خود را در سامانه azadi.org نویسید. افغانستان وارد مرحله دیگر شد. دیگر نیروهای آمریکایی در افغانستان نیستند. آنها بعد از 20 سال جنگ از افغانستان پره برآمدند. مهلت مقرر شده برای بیرون آمدن 31 آگوست مقرر شده بود، اما عملیات خروج نظامیان آمریکایی چند ساعت پیش از فرا رسیدن این مهلت به انجام رسید. سفیر موقت ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز از جمله آخرین مسافران پرواز اس-17 بود است که این کشور را ترک کرد. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در حال حاضر برای خروج سراسیمه‌وار نیروها که باعث پیشروی طالبان و سقوط کابل شد از سوی مخالفانش انتقاد می شود. واشنگتن و ناتو که پیش بینی نکرده بودند طالبان بتوانند به این سرعت همه قلمروی افغانستان را اشغال کنند، مجبور به خروج شتاب زده از این کشور شدند، ولی هزاران همکار افغان نیروهای خارجی در افغانستان ماندند. فرمانده ستاد مرکزی ارتش آمریکا اظهار داشت که ده‌ها شهروند آمریکایی که نتوانستند خود را به فرودگاه کابل برسانند از این پرواز عقب ماندند. مسائل ناراحت کننده بسیار در رابطه با این پرواز وجود دارد. ما نتوانستیم همه آن کسانی را که می‌خواستیم با این پرواز از کشور خارج کنیم. با این حال به نظرم حتی اگر 10 روز دیگر هم می‌ماندیم باز هم نمی‌توانستیم همه را بیرون کنیم، گفت ژنرال آمریکایی. از روز 15 آگوست که طالبان توانستند پایتخت را اشغال کنند تا کنون بیش از 122,000 نفر افغانستان را طریق فرودگاه بین المللی کابل ترک کردند. زیاده از 10 پناهجوی تاجیک را از اروپا اخراج و به تاجیکستان می‌فرستند. 5 نفر آنها عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و چند نفر دیگر در کار سازمان‌های مخالف شرکت داشتند. برخی ها هم خود را قربانیان بیگناه مقامات انتظامی تاجیکستان می‌نامند. این نفران می‌گویند که نباید آنها را به تاجیکستان فرستند چون این کار آنها را زیر خطر می‌گذارد. مقامات آلمان و برخی از حقوقشناسان به رادیو آزادی گفتند که تحقیق و اخراج پناهنده‌های دروغین یک روش مقرر است و همیشه جای داشت. عظیم یقینوف یک پناهنده تاجیک در آلمان میگوید که به نزدیکی دادگاه شهر میندن حکم اخراج او را برآورد و اداره مهاجرت شهر هوکستر را وظیفه‌دار کرد که با او دستور بازگشت به وطن را دهد. به گفته او دادگاه آلمان یگان دلیل پناهنده بودن او را نپذیرفت. این پناهجوی تاجیک پرونده‌هایش در تاجیکستان را به نوشته‌هایش در شبکه‌های اجتماعی ربط می‌دهد و اما میگوید که هرچند مقامات تاجیک را تنقید کرده است قانون شکنی نکرده، تنها اندیشه‌اش را بیان داشته است و حالا می‌خواهند برای این کار او را جزا دهند. در ماه فوریه سال روان مقامات انتظامی ناحیه درواز با نصب عکس او در پیشتاق شعبه کارهای داخلی او را همچون عضو گروه 24 تحت پیگرد گرفتند. کشورهای اروپایی از جمله آلمان، لهستان و فرانسه میزبان ده‌ها پناهنده تاجیک میباشند. شهروندان تاجیکستان اساساً بعد سال 2015 به کشورهای اروپایی پناهنده شدند. در میان آنهایی که از تاجیکستان فرار کردند جانبداران حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی، گروه 24، خبرنگاران و تاجران، حامیان حقوق و پیروان رویه‌های به مانند سلفیه نیز هستند. مقامات تاجیکستان بارها گفتند که به جان نفرانی که به اروپا رفتند در داخل کشور چیزی تهدید نمی‌کند.
شما یگانه راه پولکی تاجیکستان را می‌دانید؟ بله، همون راه معروف دوشنبه چنوق. آن پایتخت را به شمال کشور پیوست می‌کند. شما هم شاید بارها از این راه گذشتید و به ترازوهای شرکت ایرس پول دادید. این شرکت میگوید پولها را برای نگهبانی راه خرج می‌کند، اما حساب و کتاب شرکت آشکار کرده نمی‌شود. همکارانم برات یوسفی و اسکندر فیروز در گزارششان میگویند که اخیراً در شاهراه اساسی به شمال کشور با پل خیریه پاکستان دالان ضد ترموی می‌سازند. چرا با پل ایرس نه؟ وزارت نقلیات تاجیکستان حدود 400 متر دالان‌های محافظت از ترمه و ریزش سنگ در شاهراه دوشنبه چنوق را که تحت مراقبت شرکت Innovative Road Solutions یا IRS قرار دارد بنیاد کرده است. این دالان‌ها با 5 میلیون دلار کمک بلاعوضی پاکستان ساخته می‌شود. عین حال ما در کیلومتر 70 از دهچار حضور داریم که اینجا یکی از منطقه‌های خطرناکی شاهراه به حساب می‌رود. در اینجا در فصل زمستان در یک شبانه روز تا 24 عدد ترمه به حساب گرفته می شود. شرکت ایرس منفرش‌کنی راهی زیر دالان‌های ضد ترمه و سنگریزی را بر عهده دارد. حالا کارمندان آن در چند قطعه راه اسفالت می‌ریزند که پیشتر از ترمه و سیلاب آسیب دیده بود. این سال نیز به نقشه گرفتیم که زیاده از 167,000 متر کوادراتی راه را از تعمیر جاری و کپیتالی برآوریم که از این 16 کیلومتری راه بررگی از تعمیر کپیتالی برآورده می شود و 47,000 متر کوادراتی قسمت‌های ویران گشته را از تعمیر جاری برآورده می شود. شرکت ایرس میگوید در چند نقطه راه کارخانه‌های تولید اسفالت بنیاد کرده است که برای اصلاح و بهبود راه‌های دیگر مناطق نیز خدمت می‌کنند. در سالهای گذشته رانندگان شکایت می‌کردند که مخصوصاً در فصل سرما شاهراه دوشنبه چنوق نگاه و بین خوب نمی‌شد. حالا چی میگویند؟ زمستان گیریم اگر همین چند سالی که بود بعد همین 1-2-3 سال آخر بهتر شده که خدمت رسانی پیشتر نگاه نمیگیرن. اگر نگاه نمیگیرن این ماشینای مایده زمستان عموما گشته نمیتونن. حالت رو به حد بهتر همین سالش گیریم اگر به حد بهتر. کارشناسان میگویند با آنکه شاهراه دوشنبه چنوق پولکی است، شرکت ایرس امکانات فراوان مالی دارد و نیز موظف است که راه را منتظم منفرش کرده در منطقه‌های خطرناک کوهستانی راه دالان‌های بیشتر ضد ترمه و سنگریزی بنیاد کند. اما دالان‌های نو با مبلغ‌های خارجی ساخته شده‌اند. زیادتر هم ساخته ممکن است. من همین راه باید گالری ها شمارش تقریبا 2 مرتبه از این بودگی حاضر زیادتر باید باشد. مثلا در اون طرف عقبه یک جای است که دایم کوه کنده شده آمدن میگیرد پایان به. در اونجا باید یک گالری مستقیم باشد که همون سنگ و خاک از بالای گالری گذشته پایان ریخته رود و هر زمان راه نبندند. اما مسئولان شرکت ایرس در این مورد میگویند فعلا از امکانات مالی که از درآمد نگاهبین راه به دست میآید به طور قابل ملاحظه استفاده می شود، زیرا نگاهبین راه در منطقه‌های کوهستانی به فرق از دیگر مناطق خراجات به مراتب زیاد دارد. گزارش برایتان جالب بود؟ پس به صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب سر زنید و شکل کامل آن را پر بینید. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 31 اوگوست را فرا می گیرد. 31 августи соли 2015 толибон дар Афғонистон эътироф карданд ки марги мулло Муҳаммад Умар раҳбари ин гурӯҳи тундравро давоми 2 сол пинҳон доштанд. Мулло Умар баъди сарнагун кардани толибон дар соли 2001 умуман дар мазҳари ом дида нашуд ва гурӯҳи толибон то моҳи июли соли 2015 аз номи ӯ баёния нашр мекард. Ба иттилои мақомоти иктишофии амрико, муассиси толибон дар Покистон аз беморӣ даргузашт. 31 августи соли 2014 матбуоти олмон натиҷаи як таҳқиқоти журналистиро нашр кард ки мегӯяд даҳҳо мошини дуздидашуда дар олмон баъди чанд моҳ дар тоҷикистон ошкор шуданд. таҳқиқот тоҷикистонро як бозори фурӯши мошинҳои гаронбаҳои дуздидашуда номида, мегӯяд мошинҳои дуздӣ бо арзиши даҳҳо ҳазор доллар моли бархи сарватмандону мақомоти бонуфуз мешаванд. 31 августи соли 2018 аввалин гурӯҳи 26 нафарии омӯзгорони Русия барои кор дар мактабҳои миёнаи Тоҷикистон вориди Душанбе шуданд. Бар асоси як қарордоди байни давлатии Тоҷикистон, Русия ҳар сол даҳҳо омӯзгорро ба мактабҳои русии Тоҷикистон фиристода, аз ин роҳ дар ҳалли мушкили камбуди мутахассис ва пардохти маоши онҳо ёрӣ мекунад.
тоҷикистон русияро шарики стратегӣ меномад ва ҳар сол ҳазорҳо шаҳрвандонаш соҳиби паспорти дуюми шаҳрванди русия мешаванд. قرب پول ملی تاجیکستان سامانه نسبت به دلار امروز نیز تغییر نیافت، اما ارزش روبل روسی یک کم بالا رفته است. بیننده عزیز، تشکر که تا آخر برنامه ما را همراهی کردید. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان www.azadi.org و صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. فردا در همین وقت و ساعت شما را منتظریم.